تو چی ها میگویی؟ این من ایستاد جایت حافظ. بله، در جنگل در یک خانه واخوردند. اگر یگید کردن نتواند کاری مردی وین را با آخر میرسانی. اطاعت با جان و دل. اکای نجیب، یگید کجا شد؟ میترسم که با او یگان واقعه رخ ندهد. میترسی که با او واقعه روی ندهد؟ این چی معنی دارد؟ و فکر من خیلی خوب فهمیدی. پیش از شما رئیس یگید آقای قبیله اینجا بود. اگر او رو برده باشد چی؟ ملکه، التماس خاموش باش. شما بخیر سردار. من به این ماشین خیلی احتیاج دارم. مرحبا سردار. شما با کجا میروید اکای نجیب؟ اکای نجیب، من هم با شما میروم. تو به هیچ کجا نمیروی. کفایه حافظ، اکنون کی بودنت را میدانم. مرا گوش کن، هیچ چیز رو نمیفهمی. قریب به تو باور میکردم. فکر میکردم که تو دوستی حقیقی هستی، اما مار بوده ای. با من چی کاری میکنی کردنگیر؟ لیکن اول گوش کن، درباره من چیزی که شنیدی نادرست است. کدامش نادرست است؟ قاتل پدرم بودنت؟ قصد کشتن ملکه کردنت؟ یا روزنامه را دزدیدنت؟ کدام از اینها خطا است؟ گپ زن. پسرم، مرا گوش کن. ایستا جایت حافظ، ایستا. پسرم، مرا گوش کن. یک مرتبه گوش کن. مزه این لحظه را چشیدید. آدمی را که میکشه حقش همین است. این را خوب بسنجه. خوب شده است اکای ثابت. الو ثابت. الو، چی شد سردار نجیب؟ یکی دست بیمارخانه برآمد. به نزد وی میرود. وای کیست؟ به نزد پدرش میرود. او را میکشد. دیگه هست یکی را زیارت کرده است. گفت است که او را رئیس فرانده است. یگید رئیس را نکشته باید رسیم. من در راهم آمده ایستادم. مایلش. شما هر دو زود به اینجا بیاید. چی شده اکای ثابت؟ تو ماشین را تیار کن. زود باش. حیات رئیس در خطر است. حافظ، پیش از مردنت میخواهم سرودی واپسینت را بخوانی. کدامش؟ شاید در موضوع خیانت سرودی داشته باشی. در کتاب من خیانت نوشته نمی شود. خائنی کردن کار آدمان پس از پسرم. اول یک گوش کن. خیانت کردی، پدرم را کشتی، مرا فریب دادی. چی میخواستید از من؟ گپ زن. از ملکه چی میخواستید؟ نقص میدانی، میگویی یا نمیگویی اختیارت، انتخاب از خودت. به هر صورت کشته میشوی. چی شد؟ برای چی میخندی؟ بهار دیرمون، با احوال حاضر، امان با کار شیطانی این آدم ها
انتقام خیلی آدم رو کور میکنه. برای همین میخندم با همه چیز. اینقدر آسان نگاه کردنت میخندم. با تو با مانند بازیچه بازی میکنن. اکنون چشمات رو کشو، حقیقت رو بین، یک مرتبه فکر کن، یک بار سوال ده. من چی کار میکنم بگو. این سفسطه ها را مان حافظ، من چه کار کردنم را خیلی خوب میدانم. شما برید خائن ها را به جایشان روان میکنم. قریب مانده بود که به تو باور کنم وقتی که مرا آغوش گرفتی چه حالتی بود. قریب احساس مهر قلبم را فرا گرفت. اگر در وقت و حالت دیگر بودم. خیر، پناهت به خدا حافظ. چه اینقدر دراز میکشی پران و خلاص شوی؟ سخن آخرینت هست؟ گبزن بگویم، گبزن. اکنون گپایم قدر ندارن. هرچی گویم گوش نمیکنی. این طور باشد، خودت میدانی. در کجا هست این خانه؟ دیر میکنیم. لیکن پیش از پراندنت میخواهم که تو دانی من پدر تو هستم. آفرین، عجب دروغی. لیکن این تو را نجات نمیدیم. با دروغ نجات نمییابی حافظ. گپی گفتم دروغ نیست. مرد ایوان منم، تو هم پسر من هستی. نفهمی یا نه؟ پیشکار و پیکاز به تو دروغ گفتن. برای انتقام گرفتنشون میخوان که تو مرا بکشی. دروغ میگویی. دروغ محض است. همه‌اش فریب. کشتن نمیتواند. این هم وظیفه من ماند. پدری من مرده است. میفهمی؟ گمان میکردم که زنده است، لیکن این گمان ها را شما در دل من انداختید. بله، تو و هم دستانت برای همین آمدید. خواستید که به زنده بودنی پدرم باور کنم. برای نجات یافتن دروغ میگویی. مرده است. پدرم مرده است. او را تو کشتی حافظ. تو کشتی. چی منظره خوب. پدر و پسر در یک جا. پسرم، پدر تو من هستم. در پهلویت با هر دویمون حله کردن. دیگه مرا گوش کن. نرز من، نزدیک نشو. چطور میتوانم به تو باور کنم؟ گپ زد به من. با چه دلیل تو پدری من هستی؟ روزنامه رو دزدیدی گفتی؟ انا با تو اصلی روزنامه در دست شما نمونهش بود. انا اصلش. نگاه کن، همه این از من است. اثبات میکنم. شین در اینجا. من تو رو با حسن دادم. حاضر در خانه پیران سالان. از تو یکون خبر گیرم گفته هر روز زیارت میکردم. لیکن وای سخت بیمار بود. با یادش نمی اومد. فهمیدی کی بودنم رو؟ فهمیدم. تو یک بازینگری هستی، لیکن این دفعه بازیت نمیگذرد. مایلش خیلی که میخواهی امان خیل کن. از اون که اونها جانم رو میگیرن پسر خودم گیرد بهتر. چرا میستی؟
پران مرا، پران. چرا ایستاده ای؟ پران. پسرم پران آخه. فکر میکنی که نمیپرانم؟ تو یگید باشی، من هم مردم. نزدیک نشو. ایستا. پران. نزدیک نشو گفتم. بکش. در جای ایست، نزدیک نشو. حافظ ایستا میگویم به تو. تا تو نپرانی نمیست. نزدیک نشو. این باز از کجا پیدا شد؟ یگید ایستا. سردارم شما کاردار نشوید. خطای نابخشیدنی میکنی. زندگی من خودش سراپا خطا سردارم. خواهش میکنم باز نپرانی. سردارم این آدم پدرم را کشته است. این آدم قریب زنم را میکشت. ملیکه را قریب میکشت. این آدم هیچ وقت این کارو نکرده است. همین خیلی. از کجا میدانید؟ چون که وی پدر تو است. افسوس شما را هم فریب داده است. گوش کن. پدرت است میگویم، نمیشنوی مگر؟ از من یگان بار دروغ شنیده ای؟ سلا را با من بده. سردارم نزدیک نشوید. یگید با گفم گوش ده آخر. گوش کن. تو ای را پیکه از ویران کرد. کی گفت؟ شما از کجا میدانید؟ از اول میدانستم که تو پسری مرد وین هستی. برای همین از پشتت بود. مادامی که میدانستید چرا با من نگفتید؟ برای چی با من نگفتید؟ چرا انتظار بودید؟ خودم هم دیروز فهمیدم. وای از کجا میدونه؟ شما مرا دیوانه کردنی هستید. کی را باور کنم نمیدانم. چیکار کردنم را نمیدانم. خودت با من گفتی. من پسری مرد ایون هستم. چند سال باز تو رو میکوبم. تو این وقت نفهمیده بودم تو پسرم هستی. خدایا چی شد؟ چی شد؟ هیچ چیز را نمیفهمم. کدام این دروغ است؟ کدامش راست؟ هیچ چیز را نمیفهمم. گوش کن. ما راست میگوییم. پیکی از با تو دروغ گفت. تا امروز همه وقت دروغ گفته است. دروغ. فریب. یگید این آدم پدر تو است. تو را کشته ایستاده ای. هنوز نفهمیده ایستاده ای. دروغ. فریب. تو که دروغ گفتنی ما را شنیده یگید. اینقدر سال دوستی جانی هستیم، همکاریم. از من یگان مراتب دروغ شنیده ای، شنویده ای. سردارم اقلا شما فریب نکنید. مرا گوش کن. قسم میخورم که همه گپایم راست است. با تو نغمه بازی کردن، خیلی بازی کلام. من هم به آنها باور کردم. مرا گوش کن. تو را با بازیشون داخل کردم. باز ملیکه هم همراهی آنها است. چه ها میگویید؟ شما چه ها میگویید سردارم؟ فهماندنی بودم اما مرا گوش نکردی. در دستمان حجت ها هستم. بیاناتش است. نام رمزیش تن. ملیکه باشد. ملیکه باشد این نام بافته وی است. غیر از تو همه این حقیقت رو میدونن. ملیکه جاسوسی تو بود. او رو کشته مرا گناهکار کردنی بودن. گوش کن. خواستن که پدرت را تو کشی. نقششون همین بود. یگید چرا انتظاری؟ سلا را گیر اکنون. نقشه خونین آنها را ویران کن. بیا یگید. ملیکه خائن است. خود را به دست گیر. همش راست است. راست است. انا حقیقتی بکسم این است. چقدر مال بودنش رو فهم. همین قدر قاتلن که حتی فکر نمیکنن پسر پدرش رو کشتن میخواد.
همشون بیجدون، همشون شیطان. اکنون فهمیدی؟ شما در حقیقت پدر من هستید. راه پدرت رو با هوش گیر. یکی دیستا در جایت ایستا، سلاحت را پرتا میگویم. ثابت آرام شو، همه زیر نظارت است. یگید سلاحت را پرتا. حالا هم نمیگویی که چرا من در بارای ملکم نمیدانم. حاضر وقتش نیست. آخر کی میگویی؟ کس رو در فکر گذاشته باز حاضر وقتش نیست میگویی. این خیلی نمیشود. گپ زن. یکی چی خیر شده باشد؟ گپ رو با دیگر طرف نبر. آنا آمد. چی شد ملکه؟ این چه احوال است؟ اکای نجیب همینجاست. نه. چی شد؟ یگید از بیمارخانه گریخته است. چی؟ اکای نجیب در نزد یگید بود. یگید او رو بیهوش کرده بعد گریخته است. تو چه ها میگویی؟ ممدو تو چی کار میکنی؟ همش وای بی تو است. جواب همش رو میدیه. ممدو بیعقلی نکن سرده رو. یگید نیست میگویم میترسم که بسرش گم بالای نهایت. من دروغ من. ممدو رو از اینجا. کاری کردت رو دید عیب است عیب. من میروم. با کجا؟ سردار رو گفتنی. من هم میروم. تو با همش جواب میگویی. تو باشد به هیچ جا نمیروی. همه دیوانه شده است. اوف دیوانه میشوم. چی شد ملیکه؟ گوش کن از من چیزی رو پنهان نمیکنی همین طور نه؟ التماس از من هیچ چیز نپرس. مایلش شد. آرام شو. بیاشین در اینجا. آرام شو. سردار جواب دید و خیر. سلاحت را پردایگید. اگر با رئیس و سیب رسانی تو را میپرانم. ثابت به عقل نکن، سلاحت را گیر. یگید یگید باز یگان خطایی نکنی. پسرم آرام باشید. پدر. پسرم پدر جان. پسرم آنها آغوش گرفتند. همه‌اش فهما. اکنون هرگز جدا نمیشویم. ممدو من با تو بعد زنگ میزنم. یک طرف ایستای سنگی. مرا ببخشید پدر. ببخشید که به سویتان سلاح کشیدم. ببخش که تو رو تنها مونده رفتم. چی سرنوشته؟ ما را به چه حال افکندند؟ کناریس میگویم. او نهایت بخیر شد. بیا ثابت ما آنها را کمی تنها بذاریم. راست میگوی سردار نجیب. ببخشی کمی در هیجان بودم. یک طرف. پدر. رئیس. پدر جان. رئیس رو پراندن. نجیب سردار زود باشه.
رئیس آنا همین قدر با آخر قصه رسیدیم. پدر جان التماس مرا تنها نگذارید. فقط حاضر می پدر جان. نمیگذارم، تو را ناویفتم. تنها نگذارید. حاضر کمک کنید التماس. مایل چکه یگید. حاضر پدر جان. یگید پسرم، ما رو گوش کن. دیر شد. نه دیر نشده است پدر جان. شما نجات می‌یابید. زنده میمانید. میدانم زنده میمانم. تو ما رو زنده میداری در قلبت. پدر جان التماس این طور نگویید. مرا تنها نگذارید. از تو راضی ام سرم. تا وقتی که تو با وطن خدمت میکنی من زنده میمانم. کار ما رو تو دوام میدی. پدر جان التماس مرا تنها نگذارید. التماس. من خیلی زندگی کردم. این دفعه فرمان از بالاست پسرم. باز فکر هم نکن. کسی که برای وطن میمیرد او رو مرد نمیگوید. استودیوی همصدا تقدیم میکند توجه با 2 حرف ج، جایزه و جهاد. حجب نگارانی تاجیک از قبیل غریبشا کمپانیا، خندین کمان، شکرخند، آچه زیکه و بیکه، خیفولا و مستولا. عربشو کمپانیا. همچنین گروهی محفل‌آرا در نوهای تقلید، سرود و صحنه‌های حجوی و مونولوگ برای کلیدی وقت 21:07 23 می ساعت 17 در تالاری کاخی باربد رقابت میکنند. در مهمانی سراینده‌ها نیز دعوت شدند. غالب یا صاحبی ماشین را مخلصان و تماشابینان طریق آوازدهی اسمسی در جریان آزمون معین میکنند. علاوه بر این مخلصان نیز بی تحفه نمیمانند. محفل را علاوالدین عبداللایف و مستوره آرتیق راویگی میکنند. رقم‌های تلفن برای تماس 907 50 28 28 907 59 28 28 907 79 28 28. همصدای دل شما. ایستا پلیس، ایستا. پدر جان خونبهای شما را از آنها می ستانم. نه با من وعده ده. با وطنت خدمت میکنی لیکن باز راهی رفتن من نه. این راه نیست. نگاه کن به سرمون چی آمد. شما درست کردید پدر، چون چاره دیگر نداشتید. نه پسرم، کار پنهانی کردن کاری بخیر نیست برای هیچ کس، نه برای دولت نه برای ملت. من کردم جلوی پیکاس و پیساگور رو سر دادم. وصیتم با تو همین. باز تو چنین نکنی. برای جانت رو دادن از حقوق حقیقت نبرو. با من وعده ده. حالا فاتح را به دستتان میگیرید. نبیرنتان. او را با جای من میبوس. پدر خدا نگاه بانش باشه. پدر جان التماس چشمانتان را گشایید. پدر جان التماس.
چشمانتان را گشایید. پدر جان، با شما با حولی امان برویم. آنجا را تعمیر میکنیم. همهش به مانند پیشتر را میشود. شما، من و فاتح هر سه امان با بای نبیره در حولی بازی میکنیم. چشمانتان را گشایید. التماس پدر جان، چشمانتان را گشایید. التماس پدر جان، چشمانتان را گشایید. پدر جان، التماس، التماس. پیکاس، خونبهای پدرم را میگیرم. همهش جواب میدی پیکاس. خونبهای پدرم بگردنم. با اون طرف. گرد و اطراف را محکم کرده با هیچ کجا نمیگریزی. تسلیم شو. تسلیم شو، نگریز. سویا، عبدالشرف، رزیل پس تو بوده ای. من فکر کردم که تو گریه میکنی. آدم خوب بود، لیکن حیف شد. در هیجو نیست. چیکار نیست؟ کمی پیشتر اینجا بود. پنهان شده است. البته از اونجا میبرد. گفتن رو دوام میدیم. رفتیم سردار. برای چی هنوز خبر نیست؟ یگان چیز میشد سویا زنگ میزد. زنگ زن. تنی فهمیم. خوب شده است. زنگ میزند. آوازت را نبرار. نباشد. لبای پیکاس. یگید کارش را حل کرد؟ نقشه کمی دیگر شد. کار رو من حل کردم. مرد ایون را به جهنم روان کردم آقا. یگید یگان چیز فهمید؟ نه. پدرش در پیش چشمش مرد. یگیدی بیچاره. در آنجا کار تمام شده باشد انتظاریم.
به جهنم روان کردی ها؟ من به تو جهنم را نشان میدیم. راضی؟ تو پیکاس را دعا کن. با من میشد پیش از پدرت میکشتم تو را. این خیل نمی شود. با تو دیگر خیل رفتار کردن در کار است. گوش کن، چشمانت را گشا. به مردن زار می شوی، زاره و ناله می کنی، لیکن مرگت به آسانی نمی رسد. رئیس، متاسفانه رئیس رو از دست دادیم مکه ثابت. رئیس، همون رو تنها گذاشتید. به شما چیکار کنیم؟ کاش که بجای شما جان مرا میگرفتم. یگید، تو چقدر بیروزی بوده ای. پدرت رو نیافتی و همان زمان از دست دادی. یگید کجاست؟ از دنبال شما به جنگل رفت. هنوز ناآمده است. لبای ممدو. سردارم، در کجایید؟ خواطیر کردید؟ نپرس ممدو و سرمانشاهی که نامد. چی شد سردار؟ چی شد؟ پدر یگید هلاک شد. پدرش هلاک شد؟ کی شد؟ قصه دراز است، بعد میفهمونم. یگید چی خیلی سردار؟ چه میشود؟ غمگین است. تو همه را جمع کرده به خانه ما را، من همی آیم. مایلش سردار، مایلش. کجا شد این یگید؟ کجا؟ چی شد سردارم؟ پیدا کردید آن رزیل را؟ گریخت. میابیم. خوابش برد. من او را خوابانده می آیم. مایلش. ممدو، از یگید یگون خبری هست؟ من این چیز نمیدونم. سردار بیاید نقل میکنند. با کجا رفته باشد؟ از بیمارخانه گریخته با کجا رفته باشد؟ نمیدونم. دادم اومد. کجا بودی شبی در روز نجیب؟ خواطیر شدم. یگید از بیمارخانه گریخته است. او را پیدا کردی؟ مثل هر وقت خبر این یگید است. از پشت آدمانه که به توی هجوم کردن رفت، لیکن هیچ چیز پیدا نکرد. او در کجا بود سکای نجیب؟ در اینجا غم نخورید. شاید در خانه باشد یا با بیمارخانه برگشته است. پس برای چی زنگ نزد؟ شاید زنگ زده است. مشغول بودیم ملکه بانو. من رفته خانه رو بینم. ملکه ایسو دخترم با کجا؟ در خانه می بود زنگ می زد. نه من رفته می بینم. ملکه ایست. ملکه نه تو ایستا، من گپ میزنم. خانم ملکه، میروی؟ با جستجوی یگید. و فکر من حاضر وقتش نیست. برای چی؟ و مانند تو در نزد در می ایستاد یگید. داره دورا نرو گفتم. یگید نرو. شما چی گفتن میخواهید اکای نجیب؟ لیکن او مرا گوش نکرد. رفت.
و چشمانم نگاه کرده رفت و من دروغ گفت. اما من همه چیز را میدانستم. چه دروغ؟ و شما چی گفت؟ درباره او و درباره بعضی کسان دیگر همه چیز را میدانستم. آن که چطور با او دروغ گفتن میدانستم. ببخشید رفتنم لازم. ملکه نرو. اکنون چیزی که من فهمیدم یگیت هم فهمیده است. من نمیفهمم چرا فهمیده است. مثال که بودن پیکی هست را، مثال که بودن اتنا را. البته تو با آنها یگان علاقه نداری، همینطور؟ من نمیفهمم که شما درباره کی گپ زده ایستاده‌اید. به فکر من همش رو خوب فهمیده اید، لیکن برای اقرار شدن بهانه میجویی. کی باز از پایم هستید لعنتی ها؟ ایستا یک فکر کنم. فکر کردم و فکرم از روزی تولد شدنت. ملکه چی؟ وای هم آدم شما بوده است. این راست است؟ البته از ماست. تو وقتی که با او تکلیف خانه‌دار شوی کردی همان شب گپ زده بودم. میمورم و با یگید خانه‌دار میشوم گفته بود. وای دختر عقلت را برده است. اسلوبی کهنه لیکن همه وقت کار می آید. شما چه خیل مخلوقانید؟ از من چی میخواستید؟ چی میخواستید؟ برای چی از پای من شدید؟ برای چی؟ برای چی میشد؟ جسور هستی، خونگرمی، خیلی ارزش داری، یک طرفی ضعیفیت هست. کور هستی یگید، همین قدر کوری که یگید برای نفری که جانت را فدا میکردی دشمنی جانیت بودنش را ندیدی. دهانت را پر شد. آقای نجیب درباره چی گپ میزنید نمیفهمم. من اتنا رو نمیشناسم. معلش چیزی که میدانی همه رو میپرسیم. مثال مرد ایمه رو میدانی؟ پدر یگید را. یگید پدرش را یافت چند وقت باز او را میکفت. متاسفانه چکلی که یافت همین خیل گم کرد. دین شب کشتن. البته تو از این هم خبردار نیستی. اینها با من علاقه ندارند. شد اکنون ملکه برای چی تو با بخشه کودکان آمدی؟ با یگید چکل شنا شدی؟ نوحن گشته یک با یک نقل کرد. اکنون اینها را یگید هم میداند. فکر کرده میبخشد؟ در همان جا میکشد تو را. دستم رو سر دید. آقای نجیب شما چی کار میکنید؟ دیروز پدرش در آغوشش مرد. باز بزنه کی جانش را فدا میکرد. فهمید که مار شیطان بوده است. اگر یگید را کمی شناسی باقی مانده اش را خودت فکر کن. اکنون برآمده رو. چی؟ چرا نمی روی؟ رو اگر جسارت داشته باشی. از تیر گریخته توانستی اما من نتوانستم. وگرنه ملکه گویان داد میزدی. در حیات فریب خوردی، لیکن حق دختر را هم دادن لازم. در حقیقت دختری زیبا است اما اش دروغ است. حیات دروغ است. باید از پدرت میپرسیدی، از زنت نه. تو قصه دیوی خوابیده را میدانی؟ نمیدانم. خیلی خوب. در آن دنیا خیلی مشهور است. با دقت گوش کن چون که میپرسم من.
با نوبت. اول تو را میکشم، بعد پیکس، بعد پیسگار را. بهترش را در آخر میگذارم. برای ملکه باشد. یک ارمغان خاصه دارم. چی گفتی؟ های 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 های. مگر پیکس به تو نگفته بود که اگر در دهانت بمب باشد گپ نزن؟ وگرنه میترکد. خیر از خانه یگید دیگر جایی ندارم که روم اکای نجیب. با فکر من با کجای میخوای رو، اما به نزدیکیت مرا. اکنون چی کار کنم؟ چه هم میکردی؟ از این احوال خلاص شدن میخواهم، اما همراه یگید. او را به حالش گذار. لیکن با عقل من یک جا آمد. کجا؟ میدونی چی؟ از وقتی که نوحان گشته در دولت کار میکند از حیاتش ممنون است، خیلی ممنون است. شما چی گفتن میخواهید اکای نجیب؟ قرار کردیم هر چیزی که میدانست به ما نقل کرد. البته این قرار برای همه دخل دارد. شایمان شدم گفتنی سخنان هست. اکنون ملکه بانو وقتش آمد، او را از چشم دور کردن. و فکر خودش قصدش رو گرفته است. چی؟ یعنی باید کسی که حیاتش رو سوزانده است به نزد آنها گذارد ملکه بانو؟ من از گپ‌های شما چیزی رو نمیفهمم اکای نجیب. معلش بیشتر یک خلطه رو نزد نابینا میگذاشتن. چیزی که فهمیدی در پیش، چیزی که نفهمیدی با قفا میگذاشتی. میبینی که لازم شد فهمیدت رو میگرفتی. از همه خوبش من باز کمی در خونه شما مانم. ببین چه زود فهمیدی ها؟ چی شد نرفتی؟ فکر میکنم در اینجا مانم بهتر است. غم نخور دخترم، یگید پیدا می شود. هوشی او هم به تو بند است. بیا دخترم بیا. چی شد سردارم؟ چی گپ گفتید؟ حقیقت را روشاد با او گفتم. راستی و خیلی خوب مرا فهمید. فکر دارم. چیه؟ اکنون در دستمان است. دفع کنیم از اینجا. یگان روز از پرتوگاه میابیم. تو با من با مانند یگید گپ نزن. میم دو مرده هیچ کس با ما در کار نمیشد. برای کشتن نه، ما برای کشتن کار نمی کنیم. فهمیدی؟ همین خیلو چی کار میکنیم نباشد. داشتن نمیتوانیم. دیوانه میشوم مازیر. چیزی که میداند همش رو میفهمیم. پنهانی تکلیف کردم. تکلیفی مرا قبول میکند. ملکه این رو قبول میکند همین طور نه؟ میکند. میم دو میکند. راحت باش. محل زنک آمدیم. نمیفهمم. انا با شما شاهید. چه خیلی که فکر کردم کارها آسانتر می شده. اکنون او رو پرانید هم می شود. جنازه شاهدها رو که برداشتن چیزی که به دهان مردم باید گفتن میگیرن. با حزب و تشکیلات همراه شدن من خوب شد.
دوستانی و خودان هم خوب کار کردند، حزب را مستحکم کردند. اکنون نوبت به کردها مانده است که به کوچه برآیند. جناب بهجاد آمد از در بیرون است. بگذار در آید. بهجتش که جناب؟ انا دوستمان که حادثه رشیدی طاقت را تشکیل کرده است. بیایند ببینیم که چگونه آدم است. بیا. دو اید بود، با یاری تو 3 اید شد بهجت. مردوین مور چی خیلی که نقشه کشیده بودین، دعوای حزب آخر رسید. حاضر خبری خوشه که از طاقت رسید. خوش آمدی. خوش باشید. مرحمت. شین. جنابان، با یگان لحظه مراسم جنازه های شهیدها دیر نباید کنیم. چقدر در این مراسم سهم خود را گذاریم همانقدر خوب می شود. برای خبرنگاران خبرهای تازه در کار است. این کار به فایده ماست و باید شتابیم. سراسیمه نشوه. بهجت برای همین با ما همراه شد. بهترش نشسته فکر کردنمان لازم. با آینه نیلگو نگاه کنید. در طاقت بعد از شهید شدن 7 عسکر مردم به پنجشوی کردها زید هستند. درباره پنجشوی کردها چی فکر دارید؟ فکر نمی کنم که این حل مسئله باشد. عاقبت حادثه طاقت را دیدیم. درباره پنجشوی کردها چی فکر دارید؟ انا به شما پنجشوی وقتی که فرزندانمون میمیرن بعدها به تروریستان منصب میدهند. انا به شما پنجشوی. باز جوانان مردند. باز در چند خانه این خبر آتش برانگیخت. در کوه روزنی کرده در شهر خون ریزی هایشون تمام نمی شود. دادا این پنجشوی چی است؟ این بکی در کو؟ در مکتب حتی بچه ها با تروریستان آغوش میکشه میگویند. کاری خوب نیست به خدا. آدم ها آمده نیحال های جوان را شکسته میگذارند. بینمان خواهین زیاد است پسرم. این کاری آدمان بیگانه است که با ملتمون همراه شدند. نگاه نکنید که آنها خودشون را کرد میگویند، ترک میگویند. نگاه کنید هر وقتی که دولت یک کاری خوب کرده نمی شود، انیق یک حادثه را اینها میخیزانند. با تاریخ نگاه کرده. با تاریخ نگاه کرده عبرت گرفتن لازم. 33 عسکر را همین خیل شهید کردند. و گفته هاشون ما هنوز نمردیم خبر میدهند در که کندو. تو از کجا میدونی که اونها کردند؟ رانا چی فکر میکنی؟ این حادثه تروریستی رو کی نظارت میکند؟ بعضیش رو با نقاب کرد، بعضیش رو چپگرا، بعضیش رو راست، بعضیش رو وطن دوست گفته استفاده میکنند. در قفا دستا یک است. یک وقت جوانان رو چپ و راست گفته به شهر برآوردند، به یک دیگر سلاح کشیدند. از بین نیم عصر گذشت. اکنون وی جوانان کلان شدند. عقلشان به جایش آمد. فهمیدند که این همه دروغ است. دروغ گفتند به آنها. حاضر وی بچه ها برای این کارهایشان شر میکنند. آنها بین ترک و کرد جدایی انداختند. راحت باش ممدو. این قدر آسان باور نمی کنیم این بازیشون را. نترس، ریشه ما مستحکم است. این ملت با کرد هم با ترک هم مساعدت کرده میتواند. ملت سگه رو گوش کرده خطاگی صادر نمی کند. خدا از انسان می پرسد من شما رو برای آن آفریدم که یکدیگر را دستگیری کنید. عدالت آفریدم. شما کی را باور کرده بر ضد یکدیگر برآمدید؟ گفته سوال می کند. حتما سوال می کند. اکنون کارها را تقسیم میکنیم. سوها مرحمت آقا. تو برای مستحکم شوی این حزب خیلی دستگیری کردی. اکنون برای تشکیلات تقسیم کنی شدت را زیاد کردن در کار. اکنون وظیفه حزب اقتدار را مستحکم کردن است. پس جمع کردن همه دلیل ها را شروع کن. غم نخورید آقا، شروع کردم.
حاضران، حزب تشکیل کردم که 21 کرسی داشت، 6 تاش خالی است. اگر این کرسی ها پر شود به انتخابات پیش از مهلت مجبورند. وقتی که نوبت به انتخابات می آید اسکرهای شرکت محافظت ساخته پیکس و کوچه می برایند. بهجت کردها را آتشین می کند، پیکس ترک ها را. کایمینیک باشد با عائله شهید شدگان و خلق عادی به آتش هیزم زن می کند. حاضر اگر به امرله سویقست کنیم یا به وکیلان حزب کردها خیلی داد و وای می شود. فکر میکنیم این خیلی باشد من هم به کندیل روم آقا و برادران این در کوه بودگی اهمیتی کار را میفهمانم. اکنون جنگ در کوه نی و در شهر می شود. همین رو گفتن میخواستم. کای می روید؟ هر وقتی که فرمان دید، اگر اجازت دید، به لخزک های کندیل یعنی میمون هایش یک قسمی خسران هایم را ابراز میدارم. امروز میگویم که در دنیا از همه کله زیبا کله گرگ است، چون که گرگ سرش را میبردارد. در همه جا این را میگویم. حاضر دوستان عزیز، برای آنکه از مزاپوتامیا هستم، از اندلس هستم، از آسیای میانه هستم غرور دارم. سلام به کردی که سر میبردارد، سلام به کوههای کردستان، سلام به برادران کوه بودگی ها، سلام به برادرانی که در امرلی هستند. شما خیلی اغوا انگیز کلان هستید. رو با سر چنبرک شین. با کجا می رویم سردارم؟ یگید پدرش رو گور میکند. خدایا، یعنی مردیوین در حقیقت پدری او بوده است؟ همین که بود، لیکن پدر و پسر از دیدار همسر نشدند. اکنون همه تقسیم شده میتواند. بگو باز جمع میشویم. همه را آماده دیدن میخواهم. این خیلی فرصت دیگر نمی آید. خطاگی نمیخواهم. شنیدی مینیک؟ شنیدم آقا. بهجت در آنجا میشوم. از یگید خبر نیست؟ عجایب از یگید خبر نیست، از سایه هم نیست. باوری داری که مرد ایون مرده است؟ این کار تمام. مرد ایون اکنون ما را ناراحت نمی کند. با اجازت از همه خوبش رفته پرسم. بگو حتما بیا. میلش جناب. بسم الله الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحسيناه همدردی ما را قبول کن. تشکر سردارم. سلامت باشید. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية جورا جون، خدا صبر دهد. تشکر جورا جان.
مرا ببخش جارا جان. در کجایند اینها؟ مثل که زمین کفیده است هر دو در آمدند. در کجایند اینها؟ همه را جرزن. مایلش آقا. مرا گوش کنید. هم یگید هم سایه در هجا نیستند. یگام چی شدنش ممکن است. زود تقسیم شده همه جایها را کابید. هر دویش را پیدا کرده به اینجا بیارید. فهما جنو. فهما. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله. آمین. همدردی مرا قبول کن. جایش جنت شود. تشکر حضرت. آمین. من برای خطا رفتم سردارم. گمراه شدم. تقدیرم اینقدر بد بوده است. من چی گناه دارم سردار؟ همش راست است. همش راست. آخرین شعله امیدم خاموش شد. اینقدر بی‌طالع بودم. شد. من حاضرین سوالها را وقت شاید آید این مسئله حرف میزنیم. جورا جان. سردار. تقدیر. چی شد نیازی؟ تشکر. سلام. در اینجا یک چیزی هست که باید بینید. در یک انبار ترکی شده است. یک جسد است. راستی گپ نیمی جسد. آماده بینید خوب می شود. شما را انتظاریم. مایلش حاضر می آییم. نیازی در یک انبار جسد یافته است و فکران توسط بمب کشتند. ما باید رویم یگید. باز یک بار همدردی ما را قبول کن. در پناه خدا باش. اکنون باوری دارم که پیشتر بر این رفتار نمی کنی. احساس میکنم که حالت روحیم تماما خراب است سردار. یگید. همدردیم را قبول کن. تشکر جارا جان. اگر خواهید روید بچه ها. برای همه‌اش تشکر. یعنی نمی روید. این طور باشد. خدا حافظ. خدایا اون جسد کی بوده از سردار؟ نمیدانم. شما دیروز قاتل مردیوین رو یافته بودید؟ نه گرفت. بوی بد آمد ببینیم. با من هم. توجه. جدیدترین پدیده در سینمای تاجیک. نانتون شکستگی. مردم چی میگوین؟
همش نقص میشه. خوشی جان عشق چیست؟ خیر با اجازت شما. یگید خونی پدرت در زمین میماند مگر؟ نمیماند. تو یگان نقشه داری؟ اگر پدرت نمیشد من یا مجزده میشدم یا سگی دیدو. مرا دستگیری کرد، آدم کرد، جسور بودن را آموخت. من از شما منت دارم، لیکن من به مراد دلم نرسیدم. همیشه در خیالش تو بودی، اکنون میراثی او بی‌صاحب نمیماند، آن را حفظ میکنی. تو هستی ثابت، لیکن وصیت او برای ما تو هستی. دعوا را به پیشوا نگذار، بیا رئیسمان شو. زدی میزنیم، موریم میموریم، روحی رئیسمان باید راضی شود. پدرم وصیت کرد که با راهی او نروم، پنهانی کار نکنم. ما همه پنهان نمیشویم، با همه اعلان میکنیم، برآمدانه در این جای میگوییم من و این بچه ها همه امان برای تو آماده هستیم که موریم. آماده هستیم. ما رو به رهبر نمانیگید. این آدمانی فروخته شده رو خرسند نکن، مبارزه رو دوام ده. من اکنون در نزدیکیت هستم، کسی میخواد رود، کسی میخواد با من با پسر مرد ایون یگید بماند. چه میگوید؟ ما هم با شماییم. برادران، اکنون کار پدرم را همراه ادامه میدهیم. این را دانسته باشید که من از هیچ کسی قرضدار نیستم و جز خدا و ایمانم پیش کسی قرضدار نیستم. این را دانسته باشید. فهمیدید برادران؟ فهمیدیم. اکنون یک مدت از نظرها پنهان میشویم. تقسیم شوید زودتر. تو چی؟ من کمی کار دارم، باید پیکس را زیارت کنم. خوب، من هم میروم، فقط نگوی. باشد، رفته. آن آدم این است؟ بله، از آدم همین قدر چیز باقی مانده است. استخوان‌هایش به هر طرف پریده رفته است. کی بودنش رو انیخ کردید؟ اگر ریزی انگشتش رو گرفته توانیم میابیم. وقتی که اومدیم همین خیل بود. با زنجیر سرش با پایان آویزان بود. با فکرم گرانت در دهانش ترکیده است. آدمانی که با زنجیر از پای آویزان میکنند با این کس بیگانه نیستند. باز سر میکنیم. پیکس هنوز هم فکر میکند که من به این قصه باوری دارم. تو باز هم با دقت باش. میلش، بعد از 5 دقیقه به درون میدرایی. تا آنق به دهان پیکس تیرا خالی میکنم. بعد پیسرگاه را ثابت باید این کار را امروز تمام کنیم. میلش، در 5 دقیقه میرسم. تشکر. آقایت در همین جاست؟ در درون است اگر روزی دراز تو رو پرسیدم. پس اجازت باز جنابشان را انتظار نکنیم، همینطور نه؟ من پیشکی اومدن تو رو خبر دهم. زود. جناب، آقای یگیت اومدند. زود بیاید. اطاعت جناب.
کجا گم شدی دوستم؟ ببخش در خواب ماندم. البته مانده شده ای. اکنون قاتل مرد ایوین هستی. خیریت که بیدار شدم پیکاس. از سایه خبری هست؟ اندکی پس با میخورید. بعد خودت میپرسی. وای هم میآید؟ نه، وای تو را انتظار است. میلش نباشد این مهم نیست. از یک بلای کلان ما را خلاص کردی. وای آدم هم پدرت را کش هم ملیکه را کشتن خواست. چقدر جسور بودنت را به همه نشان دادی. چرا نمیگویی که برای ملیکه جانمان را فدا کردیم؟ گوش کن چی میگویم. سگار برای تو نقشه های کلان دارد. همین خلگویی؟ بسیار کلان؟ از نقشه های کشیده ای من هم کلانتر است مگر؟ سردار ایزی انگوش جسد رو انیخ کردند. کانیده کی بوده است؟ این سایه گلگه گفتنی جاسوس از ارکن کندو. سردارم هر دویمون یک چیز رو فکر میکنیم. و تو چی شد؟ چی گپ شد؟ این سلاح برای چی؟ همش روی آب آمد. راه گرد میرویم. گوش کن خطا میکنی. در زندگیم بار اول کار درست میکنم. راه گرد. پدرم را کشتید. در روی دستانم جان داد. اکنون همش را میدانم. چقدر رزیل بودنتان را. همش را. هر مکر و حیله که میکنی همش را میدانم پیکاس. همش را. گوش کن. یگید عقلت را خورده ای. به خود بیا. اکنون به خود آمدم. این قرض من است. راه گرد. رفتم. راه گرد. کارمون بسیار است پیکاس. پشتر لعنتی زودتر. چیکار شد؟ با من گوش کنید مردارها. کسی که پسرش را یتیم و زنش را بیشوهر گذاشتن نوها و ناله پدر و مادرش را نمیخواهد سلاحش را برداید. گوش نکنه پرانه دورم. راه گرد. راه گرد گفتم. ملیکا؟ ملیکا خوب هستی؟ اپای هنر من اکنون به خونه میروم. خدایا توبه در خانه تنها چی کار میکنی؟ برای همه چیز تشکر زیاد. من میروم. ایستا صبر کن. مادامی که اینقدر رفتن میخواهی من تو رو میبرم. نه زحمت نکشید. من خودم میروم. دخترم ایستا. اکای نجیبت حاضر میآید. به فکرم اکای نجیب دیگر مرا در اینجا دیدن نمیخواهند. خدا حافظ. چی گفتیم؟ یگون خطاگی کردیم. نفهمیدم. نمیدونم. به فکرم خیلی عصبی است. یا توبه. هر دویتان با آتش بازی نکنید. به یگان مقصد نمیرسید. خاموش. قاتل رزیل. با زبان درازی هم میکنی ها؟ مرا با کجا میبرید؟ به نظیر رئیستان. جزای حدیتان را یک بار میدهم. درا زودتر. گذر. زودتر.
انسان برای دوست داشته‌اش جانش را فدا نکند وای جان چه ارزش دارد؟ مرا ببخشید. اکنون برایت نگاه کردن نمیتوانم. یگانه کسی که مرا در حقیقت دوست می داشته است این تو بوده ای. میدونم خیلی دیر شد، برای همین می روم، از نزد تو می روم. دیگر هیچگاه مرا نخواهی دید. یکیت برای پدرت خیلی زیق شدم، نمیخواستم که این خیل شود، لیکن چیزی نگویم بیفایده است. برای به تو دروغ گفتنم خیلی پشیمانم. به عشقت خیانت کردم. فکر نمی کردم که یک نفر برای من شده جانش رو به خطر می گذارد، لیکن تو گذاشتی. چقدر کور بودم، عشقت رو نفهمیدم. به خودم نفرت دارم، شرم می کنم. برای همین برآمده می روم یگید. نه برای اون که تو مرا میکشی، برای اون میروم که دیگر به چشمانت نگاه کردن نمیتوانم. خوشحال شوید. بایداش. خوش آمدید آقا. خوش باشد. میبینم همه آمادگی ها به انجام رسیدن. برای هجوم کردن فرمان شما رو انتظاریم آقا. مینی کی ها باز فرمان را دادیم؟ همه‌اش را خوب فکر کرده، همه چیز را آماده کردیم. به همه تان تشکر زیاد. پیکاس رو نمیبینم، هنوز نامده است؟ باوری دارم که می آید. صاحبت زنگ میزند. بسیار نلخ که عاقبتش را میدانی. کجا شدی پیکاش؟ حالا می آیم، در راه هستم. زود بیا.
دیگر لازم نمی شود. بهجت با آدم هایت گپ زن، مال ها را بار کنند. مایلش آقا، سر کنید. خدایا کاش که یگید نباشد. کیست؟ ملیکا، من رانو. حاضر می آیم رانو، 1 دقیقه. بیا. درو. با اپای هنر خیلی غم خوردیم. فکر تو رو کردیم. وقتی که به جای کار میرفتم گفتم در آمده یک تو رو بینم. خوبم، تشکر زیاد. لباسم رو عوض کرده به خانه شما رفتنی بودم. خیلی غمگین می نمایی. گبزن چی شد؟ هیچ چیز. نه هیچ چیز. از زخمی شدن یگید غمگینم. مثل که دیگر چیز است. گبزن شاید کمک کرده توانم. نه گفتم که همش خوب است. میمدو کیمچه ها میگفتم و هیچ چیز نفهمیدم. چی میگفت؟ نفهمیدم. فکر میکنم که تو میگویی. ملیکا مرا عذر نده. گبزن با فکرم تو رو عذاب داده ایستادم. ببخش ملیکا. حاضر گفتم نمیتوانم، خودم رو بحثیس میکنم. خدا حافظ محترم پیسگار. خدا حافظ بهجت. آقا به ما هم اجازت. مالش شما روید، من پیکاس رو انتظار میشم. باشد آقا. به کجا نگاه میکنی؟ همین طور. و مثل که یک نفر شناسم را دیدم. پیش از مردن زندگیش مثل لنته‌ای که پیش چشمش می آید. اکنون با آخری فیلم رسیدیم. کجا شد این آدم؟ 1 ساعت باز او را انتظار هستیم. با او زنگ زنه. زنگ زدم لیکن جواب نمیدید. زود او را یابید. اطاعت جناب. چه گپ شد؟ پیکاس؟ یگید سلاح برای چی؟ پدرم را کشته. باز در قصد جان من بوده. کفایه پیسگار. با آخری راه رسیدیم. اکنون وقتی حساب و کتاب آمد.
фурсат фаро расид. ишқи суман ва меҳроб ошкор мешавад. рӯзгори пурмуҷарои як ҷавони деҳотӣ, тапиши қалб, ранҷи модар, интизорат мешам, ҷудоӣ ва дидор, баҳори ишқ ва хазони андӯҳ. арзандатарин роҳ дар филми меҳроб. рӯзҳои наздик ҳамсадо пешниҳод мекунад. ба таваҷҷӯҳи мухлисони силсила филмҳои студияи ҳамсадо, ҳомиён, меҳвари ҳақиқат ва мисли юсуф, аз шумо эҳтиромона хоҳиш менамоем ки аз фурӯшгоҳҳо дискҳои галаграммадорро харидорӣ намоед. Галаграмма ҳам дар болопӯш ва ҳам дар рӯи диск насб карда шудааст. дискҳое ки галаграмма надоранд, сифати паст дошта, қалбакӣ мебошанд ва аз рӯи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон ғайриқонунӣ ҳисобида мешавад. хариди дискҳои галаграммадор барои беҳбудии кори мо ва дар сари вақт дастрас кардани шумо мусоидат мекунад. аз шумо студияи ҳамсадо эҳтиромона хоҳиш менамоем ки агар шумо фурӯши дискҳои қалбакӣ яъне бегалаграммаро дидед, бетарафиро ихтиёр накарда ба ташкилотҳо ё кумитаҳои дахлдор муроҷиат намоед. маркази продюсерии ҳамсадо тақдим мекунад. бори аввал дар тоҷикистон узвуни беҳтарин гурӯҳи ҳаҷвӣ миёни беҳтарин гурӯҳҳои ҳаҷвӣ корхи борбад 23 май соати 17 довталабон барои мақоми беҳтарин гурӯҳи ҳаҷвӣ гарибшо компания хандин камон шакарханд санакҷон як косаву биёр. очай бикавазика кайфулову мастуло арабшо компания так точно. рови маҳфил аловиддин абдуллоев ва масура ортиқова. озмун аз рӯи номинатсияҳои тақлид, суруди ҳаҷвӣ, саҳнаи ҳаҷвӣ ва монолог бо тариқи овоздиҳӣ аз $1 сурат мегирад. гурӯҳи ҳаҷвии беҳтаринро автомошинаи ВАЗ 2107 интизорат. ду гурӯҳи дигар ки мақоми дуюм ва сеюмро ишғол мекунанд, соҳиби тӯҳфаҳои хотиравӣ қиматбаҳо хоҳанд буд. телефонҳо барои маълумот 907 50 28 28 907 79 28 28 907 59 28 28